بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چهارمی درس از درس‌های جنگ فکری. موضوع امروز ما و شما اهداف جنگ فکری هست. بسم الله الرحمن الرحیم. کسایی که جنگ فکری میکنن به اهداف خاص این جنگ پیش میبرن. یکی از اهداف جنگ فکری تزریق نظام‌های ساخت بشر به عوض شریعت اسلامی هست. یعنی یکی از اهداف اساسی که چرا جنگ فکری میکنن و چرا این پروژه های جنگ فکری جریان داره، چرا مؤسسات جنگ فکری هست، چرا وسایل برای ساخته شده که ما شما سر هر کدامش بحث میکنیم، و چرا جنگ فکری امروز در عصر امروز مثلا جنگ فکری هست. مهمترین هدفش است که باید نظام الله نباشه، شریعت الله تطبیق نشه و قانون تطبیق شود که او قانون دست ساخته از اینا هست. اونمو قانونی که نفس از اینا چی کردن؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. معبود از اونا الهشان چی است؟ خواسته های نفسیشان است. از این خاطر اینا سعی و تلاش میکنن که اونمو نظامی را تطبیق بکنن که به ضد نظام الله باشه. از این خاطر شما اگر در غرب برین بهترین مسجد را جور میکنن. بهترین مسجد اگر بخواین در اروپا و در امریکا مسلمان ها پیسه پرتن و مسجد جور کنن، از او کدام مسجد لکس نیست و جور میکنن. حتی شاید بسیاری عمل شما اگر تصویرهای مسجدهای از اونا را بگیرین، از مسجدهای ما شما کده بسیار لکس است. او گرم داره، همی نلایش هم کلش سیستمایش کامپیوتری است، همه چیزش جور است. ولی مشکلش در چی است؟ مشکلش در این است که در نماز بخوانی. اونا میفهمن که نماز خواندن که است، بر نماز چیز نمیگن. روزه بگیری، حتی بسیاری وقتا هم اوباما و جورج بوش و شاید همی رئیس جمهور جدیدش ترامپ، اونا باز شما خود در خبرها شنیدین که برای روزه دارا چی میکنن؟ افطاری میدن. متوجه هستین؟ ولی با چی مخالفت میکنن؟ نماز بخوانی میگی زیر بیرق کفر نماز بخوان، هیچ پروا نداره. زیر بیرق دموکراسی نماز بخوان. روزه بگی. حج، از یک اونجا که حج میری بسیار ساده است، فقط یک ایمیل روان میکنه که من میخوایم حج برم. اما روزی که حج میره هیچ زحمت نداره. و حتی در حج که شما برین واجهای امریکایی و اروپایی که است، جایش لکستر است، خوبتر است، امکاناتش بسیار زیادتر است. اما چرا این کارها که است در مقابل هدف از اونا قرار نمیگیره؟ هدف اساسی از اونا چی است؟ که باید نظام اسلام، بیرق اسلام باید بلند نباشه. از این خاطر اگر باز در اونجا یک حرکت، یک جوان خیست از شریعت الله گپ زد، از خلافت اسلامی گپ زد، از نظام سیاسی اسلام گپ زد، باز جبرش میگه که تو تروریست هستی، تو فاندامنتالیست هستی، تو اکستریمیست هستی، تو وهابی هستی، تو فلانی هستی، تو فلانی هستی. 200 قسم لقب برزی پیدا میکنه. نماز تا چیز نمیگه. چرا؟ هدفی از اونا میفهمه. مثلا یک نفر میاد زیر بیرق کفر نماز میخونه، یک نفر زیر بیرق کفر در سر خانهش بیرق کفر است، این قرار روزدار است. اونا این مخالفت نمیکنن. اون میگه چرا؟ هدفشون چی است؟ که جاگزین ساختن نظام ساخت بشر است که حکومت مردم توسط مردم برای مردم. حکومتی که در اونجا شریعت الله باشه او رو نمیخواه، حاکمیت الله رو نمیخواه و الله راضی نمیشه مگر به تطبیق شریعتش، به حاکمیتش. از این خاطر کلمه خواندن، ببینین در اسلام که است کلمه خواندن به رضا هست.
اگر بیرق اسلام بلند شد، در زیر بیرق اسلام یک یهودی میتونه زندگی بکنه. لا اکراه فی الدین. اما در تطبیق شریعت الله پیغمبر وظیفه داد که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. و غربیایی را خوب درک بکن. از این خاطر اساسی ترین هدفشان چی است؟ هدفشان جاگزین ساختن نظام غیر الله هست. از این خاطر بازی که خلافت اسلامی را در ترکیه از بین بردن، خلافت عثمانی ها را، و بعد از اینکه مسلمان ها را شکست دادن، جهان اسلام را تقسیم کردن. از اونمود تاریخ تا امروز در جهان اسلام چی هست؟ یا نظام های سوسیالیستی است یا نظام های سیکولر و بیدین و دموکراسی هست. و این آشکارا میگن. اللهم الا یک تعداد منافقینه که نفاق میکنن و او را پت میکنن و میپوشونن، در حقیقت خود از اونها آشکارا میگه ما آمدیم به خاطر دموکراسی و به خاطر نهادینه ساختن نظام دموکراسی. چی مانا نهادینه ساختن نظام دموکراسی؟ یعنی حکومت مردم، حکومتی را که مردم میسازه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. مردم خودشان بشینن بگن چی حلال است چی حرام است، چی جایز است چی ناجایز است، چی درست است چی غلط است، شراب بخوریم یا نخوریم، سود بگیریم یا نگیریم. این چی هست؟ این توسط مردم باید شود. و یکی از اهداف اساسی جنگ فکری هست تا مردم آماده بسازه برای قبول کردن نظام غیر الله و دور کردن شریعت الله از روی زمین است. از این خاطر در مقابل از این از سلاح‌های آتشی کار میگیرن و از سلاح فکری کار میگیرن تا مردم به این چیز قناعت بدن. و این ما و شما خوب به سر چشم خود در تمام جهان اسلام میبینیم. و مجردی که یک گروه کوچک هم پیدا شود و اونا بگن که ما میخوایم شریعت الله را تطبیق بکنیم، اونا میگه از شرق و غرب تواقیت خسته و برای نابودی از کار میکنن. به هر شکلی که باشه، به اساس جنگ فکری بدنامشان میسازن، فیلمایشان را نشر میکنن، بعد اونا را غلط معرفی میکنن و از نگاه زور هم کشته میرن و از بین برده میرن و خلاص. و مسلمان هم که هست، مسلمان ها دیگه خلاص اونم هر چیزی که رادیو بی بی سی گفت میگه دیگه چیزی که بی بی سی صاحب گفت اونم بی بی سی از رادیو امریکا است و فلان چیز هست. دومی هدف از اهداف جنگ فکری قابلیت بخشیدن برای استعمار است. جنگ فکری چی میکنه؟ مردم قابلیت میده که چه قسم این مردم امی استعمار را بپذیرن. اینا دومی هدف از اهداف جنگ فکری چی است؟ دومی هدفش چی گفتیم؟ قابلیت بخشیدن برای استعمار. اونا ما چه قسمی اینمی جوان آماده بسازیم که استعمار را بپذیره. از نگاه فکری جنگ فکری هست. اینمی جوان با اینمی قواره خود، با اینمی چهره خود، با اینمی صورت خود چه قسم سرازی کار کنیم که تو با اینمی پکول خود، با اینمی دستمال خود، با اینمی ریش خود، با اینمی قواری که با سنت پیغمبر سم برابر است، قواریش غرض نداریم. چطور فکر از این تغییر بدیم که ای آماده شوه که استعمار را بپذیره. اینمی استاد با اینمی لنگیش با اینمی قوارش چه قسمی را آماده بسازیم که ای در خدمت استعمار قرار بگیره. یکی از اهداف جنگ فکری اینمی هست که اول در جامعه اسلامی مردم مسلمان آماده میسازه، قابلیت میبخشه. یک مثال براتون بگم که ایره تقریبا 100 سال پیش در هندوستان تطبیق کردن. یک وقتی در هندوستان چی شد؟ در هندوستان اونا وقتی که آمدن هند بریتانوی رو ساختن به نام هند بریتانوی، چی کردن؟ در هر ولایت والیش انگلیس بود. در هر ولایت والی انگلیس بود. مبارزات شروع شد. اول آمدن بازور گرفتن و قتل کردن و کشتن و هر چی کردن انگلیس ها. روزی که جنگ چیز شد، والیای خود تعیین کردن. والیا که تعیین شدن و والیا فعلا انگلیس ها هستن. در اینجا مسلمان های هندوستان جهاد شروع کردن در مقابل انگلیس. که مردم سایکو والیت انگلیس است و یک کافر است و حکمش حکم طاغوت است و در مقابل از جهاد فرض است. مسلمان ها خیستن جهاد شروع کردن. و از این طرف دیگه اتا اون دو خیستن به خاطر وطن خود، به خاطر چیز خود یا هم شروع کردن. بالاخره انگلیس ها بسیار به تنگ آمدن، وضعیتشان بسیار خراب شد. رئیس اقلیم تمام والیا را گرفت، کلشان خواست در یک مجلس، گفت والی صاحبان شما رخصت هستین، کلتان براین از از ولایت. من میخوایم که والیایی تعیین بکنم در هر ولایت هندوستان
من تعیین بکنم والیایی که از کجا باشه؟ از خود این مملکت باشه. و برشان گفتن که ما چقدر جنگ کردیم، چقدر کشتیم و چقدر کشته دادیم و چقدر زحمت شد، حال ما ولایت ها را گرفتیم، حال تو آمدی پس در از والی از خودشان تعیین میکنن. و برشان گفت ریلکس آرام باشین، حالا نوبت جنگ فکری است. نه گفتن بگو برنامه تا برام ما براتون تشریح میکنم. چی برنامه گفت گرفته؟ گفت برنامه مهی است. ما 3 ماه پیش از هر ولایت تحقیق کردم. در هر ولایت داکو دارن و دزد دارن، جنایتکارای بزرگ دارن. گفت ما یا را جمع کردیم، برو از فلانی ولایت هند امو کلان داکویشانه نمبر 2 کل از یارا بخوای. از چندین ولایت داکوهای از یارا گفت کلشان جمع کردیم، دزدایشان جمع کردیم، مردمای جنایتکارش جمع کردیم. یارا گفت کلشان شاندیم. از مناطق اسلامی هم مسلمان ها هم دزد دارن، مسلمان ها هم جنایتکار دارن، وارم پیدا کردیم، کل از یارا شاندیم. خب گفت کل از یارا مشاندم. یک روز مجلس گرفتم، در مجلس برشان گفتم که شما امی از هر ولایت ها، گفت از هر ولایت 10 نفر آمده بودن. خب برشان گفتیم شما از کدام ولایت هستین؟ گفت ما صاحب از فلانی ولایت. سکا هستین؟ گفت ما سک هستیم. کلتان سک هستین؟ خب در بین شما 10 نفر زیر دار گریختگی و عاق پدر و مادر و 4 تنگه قرضدار، کدامتان درجه اول هستین؟ امی دوزام کس از خود چی دارن؟ داکوی دوزا، بزرگ دوزا دارین؟ گفتن آسه این نامش بتن چی است؟ نامش که کلتان اتفاق این صاحب اول نمره هست در بین دوزا. دومش کی است؟ این دوم است. کی سوم است؟ چهارم است. خب بسیار خوب. بنام گفت شما سک صاحبا اینی نفره که دوز درجه یک است، این والی تعیین میکنم تو را. این درجه دومش معاون والی تعیین میکنم، این سومش قماندان امنیت تعیین میکنم، این دیگه شه شاروال تعیین میکنم. صحیح است؟ کار میکنین؟ گفتن چقدر خوب است. ما را که تعیین بکنید چیست؟ نه، گفت شما امو خر هستین، منتها ما برتان پالانای نو میرم. سابق با دیگر لباس دوزی میکنین، حالا برتان نکتایی میتم، دریش لوکس برتان میتم، فهمیدین؟ یعنی رتبه برتان میتم، فلانی میتم. شما چی کنین؟ شما پالانتان تبدیل کنین، خویتان تبدیل نکنین. لباس جدید برتان میتم، شما روان میکنیم در منطقتان برین، از طرف ما آزاد هستیم، هر چی که میخواین بکنین. دومش کی است؟ اینی فلانی. گفت ای تو معاون والی، ای دیگه کیست؟ شاروال. تو کی؟ قماندان. فهمیدین؟ یعنی الا گفت برازیل لباسایشون رو توزیع کردن. صاحب برازیل صاحب در هر ولایت لباسا رو تعیین کردن، موتورهای لوکس برازیل دادن، والیای انگلیسی رو وصول کردن. یا چی کردن؟ مقرر. یا که جابجا شدن. این در هندوستان است 1 قرن قبل. ما این وقت در تاریخ هندوستان میخواندیم و استعمار هندوستان و جنگ فکری در هندوستان است. خواندن تاریخ و دیگرها را شناختن، باز آدم میتونه که مغز خود فکری نمی است که از گذشته ها باید درس بگیریم، بفهمی که چی گپ است. در اسلام یکی فقه قرآن است، فقه سنت است، فقه اولویات است، فقه الواقع است. فقه الواقع است که تو میفهمی که دنیا چی تیر میشه. دشمن ما کی هست؟ عمل بسیاری وقت مسلمان‌ها فکر میکنن شخص چطور است؟ خوب است. دشمنت کی است؟ دشمن دیگه ابو جهل وارست. ابو جهل چی داره؟ 1 دانه شمشیر داشت. خلاص ما هم که شمشیر جنگ میکنیم. نیوت هم دار. امروز دشمن ترامپ است. امروز دشمن نتانیاهو است، صدر اعظم اسرائیل. امروز دشمنای خطرناک است. امروز فریماسونر هستن، شیطان پرستا هستن که جهان در یک لحظه کلگیرانو تو در دست خود میچرخونن. با امر از تو مبارزه میکنی، باید اونم تو فکر داشته باشی و بشناسی که از کدام طریق، از کدام وسیله، از کدام اسلوب میتونه نابود میکنه. پس وقتی که کل از اینا رو مقرر کرد، والیای چیزا گفت شما برین 6 ماه رخصتی برین، 6 ماه بعد با سعی کنین که براتون وضعیت چی میشه. انگلیس ها رفتن رخصتی و والیای نو صاحب در موتورهای لوکس رفتن در ولایت معرفی شدن. خلاص و مردم شما چی میخواستین که والیتان چی باشه؟ مسلمان باشه. این مسلمان. معاونش هم مسلمان باشه. معاونش هم مسلمان است. کلش هم میخوایم این مسلمان. وقتی که یا رفتن در اون منطقه، شاوکش صاحب نکتایی روسو انداختن. علا بیارین صاحب چیز بچه ها هست و دختر ها هست و دول هست و ساز هست و شراب هست. مقر ولایت
ها چی تنبورا هسته کوک پنیر وارو بینید مچم شیر وارو بچه جان پیشم برقصه و مچم فلانی چطور کنه ای سیب یا سیب شروع شد توران جنرال سیب آنه شیشته والی سیب سیب آنه سیب شیشته آنه فلانی سیب آنه سیب شیشته بالاخره یک دو ماه تیر نشده بود که سیب پیش رئیس اقلیم انگلیس کلان کس یک گروپ آمد از این ولایت او مستر فلانی خان چی گپ است؟ بلیاز خدا نه بر ما زن مان نه بر ما دختر مان نه بر ما بچه مان نه بر ما زمین مان نه بر ما خانه مان دو نفر که میایه یکی ظالم است خانه از دیگر گرفته این مظلومه این مظلومه تو زدن میته که ظالم میگه سب همین زمین ماست تو میرسه هیچ چیز برای ما نمان صاحب است برای کل چیز ما میمونه خیلی خوش شما گفتین که سک باشه سکا گفتن صاحب لینه نبیر کافر بیار بله از خدا ما را از شر از خلاص خب ما به خدمت شما کار کردیم مسلمان ها که آمدن او مسلمان ها شما نگفتین خاله مسلمان است نه بله از خدا کافر سکو آماده ساختن برای چی یار آماده ساخت ذهنن برای پذیرش والی انگلیس اما این مردم نمیفهمه که اینمی خبیث بزرگ کی زرمت این کرده اینمی که سر من بمبارد میکنه کی رو آورده اینمی که خانه مرا چور میکنه ایره کی آورده از این کی حمایت میکنه کی رو سلام میته کی رو مهمات میته کی رو رتبه میته کی رو مقام میته تا 12 بجه شب در سفارت کی کار وظیفه جریان داره ایره نمیفهمه مردم عادی است نمیفهمه که اصلا در کجاست این است بازی گفت خیلی شما کال آمدین ما به احترام شما با دوستی شما چون ما قانون ما مردم سالاری هست چیزی که مردم بخوای اموره میکنیم بنا شما ریش سفیده آمدین ما صاحب سبا براتان صاحب آجل براتان یک والی انگلیس با اخلاق بسیار خوب روان میکنه همین روز که شما گفتین منفک ای والیا را ای قماندانا را ای ماورا را یار بشان من که بچه شما را ما آوردم 6 ماه وقت دادم نه برین در داکوگریتان خدا شور بیتی تو جنایتکار در لیست چی هستی؟ لیست سیاه جنایتکارای جنگی هستی خدا شور دادن نمیتونی خدا شور دادن نمیتونی آمدی 3 ماهش تکدی ساعت تیر کردی برو بیشی دیگه بان که یک هستی بعد از واره صاحب برین وام خو کلگی خدای 3 ماه 6 ماه یا در چوکی ها کل جیبا را پر کردن هر چیز دارن و امکاناتی گپا دارن وایش هست میگه خلاص برین 8 ساعت تیری ما هست اون صاحب او طرف رفتن پس والی انگلیس آمدن والی انگلیس چی گفت پس یارا خواست بین یا آمدن گفت ladies and gentlemen پس شما با وظایف اصلیتان میرین منتها با یک تغییری که قبلا شما انتخابتان از طرف حکومت انگلستان بود آل انتخاب شما توسط مردم هندوستان است آل در مقابل شما هیچ مانعی نیست فقط شما اونجا که میرین چی کنین یک تو والی که به طرف منطقه مسلمان ها میری یک 20 دانه لنگی بسیار خوبش ببر کتت یک 100 دانه چادر ببر یک مقدار کتابچه ببر یک مقدار قلم ببر وقتی که اونجا رفتی ریش سفیدار استقبال بگو برای هر ریش سفید یک دانه لنگی یک دانه چپن برش بده برای خانم هایشان برش بگو این چادر هم از طرف والی سه برای خانم تو ریش سفید این چادر برای زو هم باشه با مکتب هم برو برای مکتب ها یک مقدار کتابچه و قلم بده متوجه هستی خب اینا کلشان چیشتن اونا که بعد از آمدن چیشتن که بابا برادر از اون مسلمان که دخوی کافر خوب است نمیگن اما اون مسلمان 2 سال کی تعیین کرده بود اینمی کافر ده منتها چه قسم کرد ایرمه یکی از اهداف جنگ فکری قابلیت بخشیدن برای کی برای استعمار پذیری است که چطور مردم استعمار چی کنه یکی استعمار است یکی قابلیت استعمار است یعنی یکی مرض است یکی قابلیت مرض است این باید شما همیشه این قاعده را بفهمید شما مثلا از خانه‌تون آمدین از اموج تا امیج چرا مریض نشدین
در حالی که از خانه حرکت میکنی تا اینجا، یک دکتر طب متخصص بیار میگه از این خانه که تا اینجا حرکت کردی تو یک 10,000 ویروس یا میکروب تو تنفس کردی. تن آدمی سیستم تنفسیت امی پلوشن که میگن، پلوشن امی فعلا در افغانستان بسیار خطرناک ترین چیز که است. امی از نگاه محیط زیست که است، نه بسیار شهر کابل که است مرکز پلوشن، بسیار آب و هوای آلوده است. پس ما تو چرا مریض نمیشیم؟ به خاطر از اینکه آنتی ویروس های قوی داریم که اون میکروب که وقتی که میای دز میزنش. روزی که آنتی ویروس ضعیف شد، بازی با یک تنفسک چی میشه؟ از بین میری. این حال وجود تو آل قابلیت پذیرش چیز نداره، میزنه ویروس. استعمار که است مثل ویروس است، HIV هست. از داخل چی میکنه؟ امی قابلیت تو را چی میبره؟ امی قوای دفاعی داخلی وجود تو را چی میکنه؟ از بین میبره. پس یک مسلمان از کلاه قرقولی چپن چی میگه، لنگی چی میگه، ریش چی میگه، قواره چی میگه، فلانی چی میگه، از پیش ازیت یک چیز جور کرده. چرا که استعمار چی میگن؟ استحمار میگن. یعنی ما بسیاری وقتا یک امریکایی وقتی که کتش میشینیم، کت انگلیس شیشتیم، کت فلانی شیشتیم، کت شیشتیم، وقتی که دلیل گفتیم ما به شما احترام داریم، به دینتان احترام داریم، شما یک شخصیت هستین، به شما بسیار احترام داریم. صحیح نه؟ اما این حمار وطنی خود ما باز ما را دو میزنه، لونگی ما را دو میزنه، ریش ما را دو میزنه، خود ما را تروریست میمونه. رتبه های ما پیش هیچ چی نداره، ارزش نداره. درس ما پیش هیچ ارزش نداره. چرا؟ از این یک مرکب جور کرده که بازی خطرناکتر است. پس اونجا مردم خودشان، بازی که والی انگلیس رفت کل مردم برش اهلا و سهلا، کل گیره بغل کو، کل ایش است اینه بیادر، اینی را میگن حکومت، اینی را میگه آزادی، اینه سعی که والی بیچاره خودش آمد بر ما لونگی هم داد. شده من والی برشان گفت شما ریش سفید داده منطقیتان یک گروپک جور کنین، امی قضایایتان خودتان حل کنین، من هیچ غرض ندارم، خودتان شورای مردمی جور کنین، کی طلاق میگیره کی فلانی میگیره. خی والی صاحب ده چی کار داره؟ والی صاحب در سرت کار نداره، زیر پایت کار داره. از زیر زده میره معادن کش میکنه، از زیر حکومت میگیره، از زیر تطبیق شریعت الله را اجازه نمیده. از داخل کار کرده میره. پس به این شکل وان شما دیدن که یکی از اهداف جنگ فکری چی است؟ قابلیت دادن بر کی است؟ یعنی ملت ها را آماده می سازه برای پذیرش چی؟ استعمار. آماده می سازه بسیار چیز. شما در زمان روسا سال کنید، در زمان روسا امروز صبح خودم یک جای ما شیشته بودم، ملاست، ملا هم نیست بیچاره، تو یک کمک دیندار است. یعنی گفتم که در پشت چیز عکس دکتر نجیب چی میکنه؟ در پشت ازی امی چیز گرفته بود، جنتری. گفتم یک زیر چی میگه؟ گفت که ای خوب آدم بود. چرا؟ اونا اونجا میرفتن در شمالی 20-30 تایره میرفت، قریه را میزد که نه انسان هم ایمان، نه حیوان هم ایمان، نه درخت هم ایمان، کلشه. اما در شارج اینجا چی میکرد؟ مسجد جور میکرد. امروز جناب رئیس جمهور منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان فلانی مسجد چی میکنه؟ افتتاح میکنه. این چی است؟ جنگ فکری است. مردم های جاهل لوده و بیعقلی که نمیفهمه میگه نصیب حالا ایره سایکو که چه خوب مسجد جور کرد، چه خوب مسجد جور کرد. او برادر بسیاری کس عملن. کمونستا چی کردن؟ کمونستا از اول که آمدن جنگ کردن تا که تانستن قرآن پیشروی مردم لغت کردن، تا که تانستن مسلمان ها را کشتن، تا که تانستن گروپکی تو مثلا معاصرین از پانتون می بردن، از مدارس شاگردا را می بردن، بسته شو که میشد یک چلیپاوک میکرد، چقدر 200 نفر زنده گور میکردن. همین کمونستان.
اما روزی که روس‌ها را ایلا داد، بعد از چی را شروع کردن؟ جنگ فکری را شروع کردن. او مردم ما کافر نیستیم، او مردم در پیشانی کی کافر نوشته هست؟ در پیشانی من نوشته است که من کافر هستم. خود تو خود کافر هستی که قرآن لغت کردی، تو خود کافر هستی به خاطر نماز مردم میکشتی، تو خود کسی هستی که مسلمان ها را کشته رفتی چیز کردی. نه صاحب حالا کی است؟ اینه آره چیزا شروع کردن خیستن جنگ فکری چی است؟ الا مسجد ها را جور کنین، الا بل ملاها ماشتین بکنین، الا ریاست اوقاف به وزارت اوقاف تبدیل بکنین. یک نفر خوش نداره که نماز بخونید سر نماز میکشید، لکن ریاست اوقاف چی تبدیل میکنن؟ وزارت اوقاف. اینا 15 شریعت به چی تبدیل میکنن؟ به پوهنتون اسلامی. او مردم اینه سعی کنین، چه خوب آدم است. اینا پوهنتون جور میکنن، منتها معاصله میبره چی میکنه؟ زنده در گور میکنه. اینا مردمایی که جنگ فکری نمیفهمه، مردم میگه چقدر خوب آدم است. اون پوهنتون جور کرد، اون ریاست اوقاف به وزارت اوقاف جور کرد، اون به ملاها ماشتین کرد، حتی به خادمایش ماشتین کرد، حتی به جاروکشایش ماشتین کرد. متوجه هستین؟ اینا کلش پروژه چی است؟ پس نمیته، ولی خاک در چشم مردم زدن است. خاک در چشم مردم است. هدف سومی جنگ فکری، سومی هدفش چی است؟ ممانعت از بیداری ملت ها هست. ممانعت از بیداری ملت هاست. استعمار همیشه مثلا یک دانشمند است چی میگه؟ میگه غربی ها، دکتر حبنکه میدانی یک مفکر اسلامی هست، ایده کتاب خود نشته میکنه، میگه غربی ها بعد از تجارب زیادی فهمیدن که جنگ مسلح قبل از جنگ فکری سبب کراهیت مسلمان ها میگردن. وقتی تو جنگ مسلح را شروع کنی پیش از جنگ فکری، مسلمانات را بد میبینه. فهمیدی یعنی؟ زیرا در جنگ های مستقیم دشمن آشکار معلوم شدن و رد فعل بسیار سخت آنان را بار میآورد و هنگامی که مسلمان در این جنگ توانایی حاصل نمودند و بیدار شدند، حتما استعمار را از کشور خود بیرون میکنند. پس بهترین راه برای تسلط بر مسلمانان همین جنگ فکری، جنگ نفسی و جنگ اخلاقی. جنگ فکری، جنگ نفسی و جنگ اخلاقی هست. اینه میگه چیست؟ از این خاطر میگه کار بکنید که این ملت بیدار نشه. باز ما شما سر وسایل ازی باز میگیم که یا از کدام وسایل استفاده میکنه که این ملت بیدار نشه. باز وسایل از اینا وسایل شما است. یکی از وسایلش چی است؟ مشغول ساختن است. خب مختصر شه براتون یک مثال شما میگم که براتون واضح شه. مشغول ساختن است. چی مشغول ساختن است؟ کلگی باید مشغول باشه. در چی مشغول باشه؟ والا بین نماز شام تا نماز خفتن تا 9 بجه خوب وقت است که نماز شام هم است، نماز خفتن است. بسیاری مولوی صاحب پیش از نماز خفتن درس میدن، بعضیا بعد از نماز شام درس دارن، بعضیا بعد از نماز خفتن درس دارن. اینی وقت درس است. ایره در تلویزیون ها گلدن تایم میگن. گلدن تایم است، ایره گلدن تایم میگن. شما که ما در ژورنالیسم خواندیم، یک کتابم نوشته کردیم به نام ژورنالیسم اسلامی. کتابم چاپ شده، اما انتشارات سعید رو چاپ کرده به نام ژورنالیسم اسلامی. این گلدن تایم میگن. چرا گلدن تایم؟ که اینجا کل مردم زیاد وقت فراغ دارن. در دیگه وقت ها مثلا در طول روز مردم در کار مصروف هستن، بعد از 10 بجه مردم خواب میبره، صبح که مردم در خواب هستن، امی وقت است که مردم بیکار هم هستن و زیاد از این خاطر علمای مساجد هم در این وقتا پروگرام‌های درسی دارن. چی میگن؟ این گلدن تایم است. از این خاطر بسیار برنامه‌های خطرناکه که یارا مشغول بسازن. خوب اما برنامه‌های جذاب دمی وقت است. حالا فیلم است، حالا کشتی کج است، حالا فوتبال است، حالا برنامه‌ای این برنامه‌ای که خنده بازار است، ستاره هست، ایسی است. در این بین شام و از شام شروع تا ساعت‌های 10 بجه این وقت اینا گلدن تایم میگن. در این وقتی برنامه‌ها را میمونن و جوان‌ها را چی میکنن؟ مشغول میسازن. مشغول میسازن. یک وقتی یک کسی در 15 شریعت چی میگه؟ استاد محترم یک کورس انگلیسی هست. یک کس آمد برای من میگه برای استادای شریعت یک کورس مخصوص انگلیسی هست. خب چی میکنه اونجا؟ استاد جان نان چاشتش در صافی لندمارک است. نان چاشتش و روز $10 هم داره. انگلیسی هم یادت میده؟ $10 هم میده. نان چاشت هم در کجا میده؟ صافی.
این حال استاد دایی وقتی که رفت 3 ماه زمستان نان و چاش در کجا خورد؟ صافی لندمارک خورد. هر چاش که بخورم در هر روز دیگه یک سانتی دیگه رو سر میکنه این حساب شکم. $10 هم که جیبکت پر باشه سیز نه خود اونجا صبحی 9 بجه تو میری اونجا تا 1-2 ساعت انگلیسی باز یک چای هست باز یک چی هست یک برک هست یک فلانی چاکلیت هست یک پاست بعد از پیشین یک چیز هست. خب خلاصه بسته زمستان تو در چی تیر شد؟ در کورس انگلیسی تیر شد. حالا برای سمستر جدید چی آمادگی داری؟ هیچ. برای شاگرد چی آمادگی داری؟ هیچ. در حلقات درسی زمستانی که جوانان میخوای داشته باشی والا ما وقت ندارم. این حال چی شد؟ عطایا باید مصروف شد. وقتی که مصروف شد این حال جوانا میمونه برای کی؟ جوانا میمونه به فیلم میمونه، به خنده سالار میمونه، به رزی میمونه، به پروگرام‌های دیگه میمونه و بالاخره جوانا چی میکنه؟ چیست؟ اینه. این ملت هم میخواد که چی بده؟ خو بده. یکی انسان است که خو بردش، یکی انسان است که بیدار است خود در خو انداخته. حال ما اکثرا در افغانستان مردمایی داریم که خود در خو انداخته. یک نفر در نماز صبح بیدار میکنه خو است بر شورش میگه چی گپ است؟ میگه وقت نماز او بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور او چت میخزه نماز میخونه. یکی دیگه دلش نیست نماز بخونه، دلش نیست نه هر قدر که شورش میده خود در خو انداخته. او بخیز مردن بخیز هر قدر که شورش میده قرار خودمت انداخته. این حال یکی از چیزایشون چی است که باید این ملت بیدار نشه. برای خواندن ملت چی برنامه‌ست؟ باز وسایل شما و شما میگن. از کدام وسایل استفاده میکنن تا این ملت چی شون؟ خو باشن. و مشکل ما اینه است که ملت ها بسیاریشان چی هستن؟ در خو بسیار عمیق غرق است. هر جوان که سعی کنه نمی گوشش چی است؟ گوشکی است. و چی میشنوه؟ یعنی اگر از 1000 جوان 1-2 تا از قرآن بشنوه یا اسلامی رو بشنوه دیگه که سال کنی 24 ساعت آنقدر سر یک پارچه موسیقی چقدر کار میشه، سر یک برنامه چقدر کار میشه. این برای چی است؟ برای خو دادن از این است که جوان چه قسم ما خو بدیم و این خو باشه. کتش گپ بزنی نماز روزه و نه باید هم تو خو باشه و طرف دینی. هدف چهارمی از اینا که هست، هدف چهارم جنگ فکری فساد فکر است. فساد فکر. ببینین یک دکتر میدانی یک عالم است، دکترا داره و یا آدم با فکر است، میگه دشمنان قاعده جدیدی را برای خود گذاشتن. یک قاعده میگه گذاشتن، این قاعده را حفظ کنید. که دشمنای اسلام یک قاعده گذاشتن. چی میگن این قاعدهشان؟ هرگاه سلاح دشمن تو را به ترس انداخت فکرش را فاسد کن. با فکر فاسد خود را خودکشی میکنه. اگر فهمیدی که دشمن میترسی که جوان مسلمان قوت داره حرکت کنه تو را شکست میده، ای اگه بیدار شه فکر زیر خراب بساز. ای با فکر فاسد خدا چی میکنه؟ خودکشی میکنه. خدا میکشه. و همه بسیاری کسا هست وقتی که فکرش فاسد شده خودکشی میکنه. خودش آماده استعمار است، خودش قرآن دشنام میده. امیل نبین آدمایی هستن که فکرش فاسد شده، فکر خراب ساخت. فکر که خراب شد امیل خوب مسلمان لیکن قرآن دشنام میده، حدیث دشنام میده، پیغمبر دشنام میده، مسجد دشنام میده، مسجد مرکز تروریستی میگه، ثقافت مضمون تروریستی میگه. وقتی که تفسیر قرآن برشان بگویم بگه یا تروریست هستن. این حال با این فکر خود چی میکنه؟ خودکشی میکنه. وقتی که استعمار بفهمه که این نفر کار مرا میکنه، من دیگه چی زحمت دارم که بهم دبر از خدا زحمت بدم. قرار شیشته این امیال چی است؟ با فکر خراب زده میره یک مسلمان در جان مسلمان دیگه افتاده. فکرش فاسد کنه. فکرش حتی در مقابل پذیرش سنت رسول الله صلی الله علیه و او برادر چرا سنت تطبیق میکنی؟ در بین مردم اختلاف میپردی. سنت پیغمبر سبب اختلاف میشه. نکنین. حدیث پیغمبر رو میخوام. نه نخوان. عقیده توحید نه عقیده درس ندید. چرا؟ باز تکر میشه. اینا عقیده درس ندیم. احادیث تشریح نکنیم. صحیح بخاری درس ندیم. صحیح مسلم درس ندیم. خیلی چی درس بدیم؟ نه یک روز یک ورق آمده بود نشته کرده بود که
فیصله علمای اهل سنت افغانستان، دروغ میگه، علمای اهل سنت که فیصله من تا هر کسی که بودن نشه کردن، با چی نشه کردن؟ هر کسی از آیات قرآن استدلال نمود وهابی است. هر کسی صحیح البخاری گفت وهابی هست. هر کسی ترجمه قرآن را در مسجد شروع کرد وهابی هست. هر کسی از توحید درس داد وهابی هست. خیلی قرآن درس دادی وهابی شدی، حدیث درس دادی وهابی شدی، ترجمه قرآن درس دادی وهابی شدی. خیلی چی درس ندادم که به وهاب شو؟ گرنگ درس بدم. یک روز کس میگه شما اهل حدیث هستین، من گفتم شما اهل گرنگ هستین. خب مجبور است ما اهل قرآن هستیم، اهل سنت هستیم، اهل حدیث هستیم، اهل فقه هستیم، اهل مسجد هستیم. خب اهلش هستیم دیگه. وقتی که تو قرآن میخونی اهل قرآن هستی، وقتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانی تو اهل چی هستی؟ حدیث هستی. حالا وقتی که اهل حدیث نباشم خیلی چی باشم؟ اهل گرنگ باشم که تا پیش تو یک چیز پیدا کنم. میبینین این چی است؟ این فساد فکر است. مشکل نیست، مشکل دیگه نیست، چون مثلا مذاهب و اختلاف اجتهادات علمای مختلف که مثلا یکی گفته رفع الیدین بکنین و عالم دیگه گفته رفع الیدین نکنین، یکی گفتن آمین بالجهر است، یکی گفتن نیست. این اجتهادات و این چی است؟ این در طول 14 قرن وجود داشته، ولی هر کس به یکی دیگه احترام میکرده. تو اجتهادت است و اجتهادش است. ما اجتهاد از یه عالم قناعت حاصل کرد، از ما اجتهاد از یه عالم قناعت حاصل کرد. ما مثلا مستقیما این حدیث من قناعت حاصل کرد، پشت هیچ اجتهاد عالم نمیگردم. این طول قرن بوده، ولی کلگی محترمانه برخورد میکنن. ولی آل چرا اینقدر مثلا در مقابل اینمی پدیده هایی که در طول تاریخ وجود داشته و 14 قرن وجود داشتن شروع در یک عکس العمل، چرا یک ریاکشن بسیار خطرناک است؟ به خاطر از اینکه اختلافات زیادتر کی میخواد که زیاد شود؟ این کسانی که مبتلا به جنگ فکری هستند. حتی از عالمی که خودش قرآن و سنت و فقه و مذاهب میفهمه، از او هم استفاده میکنه. برای چی؟ برای شکستاندن صف مسلمان. صف که شکست، مسلمان تکت تکه شد. اگه کلگی به دیگه احترام بکنه خلاص. اصل در نماز چی است؟ اصل ای است که تو در مقابل ذات یگانه قرار میگیری. اصل چی است که تو سجده سبحان ربی الاعلی میگی. اصل میگی سبحان ربی العظیم، ده سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی و ده ای که الحمدلله رب العالمین. اگه کس اختلاف داشت راستی که از اختلاف داره، اما ما سر از این چیز نیست. نه فقط اینه میخواد. ولی یک دفعه من در یک مسجد میرفتم نماز میخوندم، از مولاش کس پرسان کرد که همین استاد که نماز میخونم پشت سرتان چطور است؟ گفت دیگه بسیار خوب آدم است. خب همین دستش یگان دفعه این تو که از زمینا بالا میره. من هیچ فکرم نیست. اون وقت ما قدر همین احادیث هم نمیفهمیدم دیگه. در مسجد که میرفتم دست همین قسم میگرفتم. دیگه من همین احادیث تحت سره و فوق سره و بالای سره هیچ اصلا یاد نداشتم دیگه. تو چیز منتها در مسجد میرفتم. یک کس آمد بر من گفت مولا صاحب خود بسیار گفت خوب آدم هستی، به نماز میاد، جماعت میاد، است دیگه کدام مشکل نداره. منتها یک دفعه دستش دیگه متاجی زمین بود که باشه می دست ازی چیز انسان میگه او برادر ایمان ما آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. هیچ پیش تو ارزش نداره. هیچ پیش تو ارزش نداره که تو متوجه. مشکل چی است؟ مشکل فساد فکر است که بسیاری وقتا. هدف پنجمی استعمار چی هست؟ هدف پنجمی از اونا چی است؟ امحای عقیده اسلامی هست. باید میگم ما این عقیده توحید اسلامی را محو کنیم. اگر محو کرده نمیتونیم، حد اقلش مردم در عقیده توحید در شک برده. عقیده توحید از بین ببریم. باید یک انسان موحد نباشه. اگر از توحید گپ زد، اصطلاحات، خب باز ما شما سر اصطلاحات یک وقت بحث میکنیم، باز وقت مجرد که از توحید گپ زدی، همین مجرد که از توحید گپ زدی وقت ایره تاپه بزن. خب شما خیلی چی میگین؟ خیلی شما چی میگین؟ العقیده ما چی است؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینه میگه اگر همین عقیده را داشتی تو وهابیستی. اگر همین عقیده را تو دعوت کردی تو اکستریمیست هستی، افراطی هستی. اگر تو همین عقیده را گفتی تو فاندامنتالیست هستی، بنیادگرا هستی. اینه به این شکل
با می اصطلاحات با می چیز دانستن که چی کنن؟ بسیاری کسا از عقیده توحید تا تبلیغ نمیکنن. نه گپ نزن. روز یکی از دوستای ما بسیار برش احترامم دارم، میگم همین درسای عقیده را چطور استاد برای درسای عقیده 2 سال وقت است. فعلا ما نمیتونیم که درسای عقیده را چی کنیم؟ 2 سال. تا 2 سال عقیده مردم کنش گاد بند شد. آریزم متوجه بودی میگم بسیار آدم با خود، یعنی والله اعلم آدم بسیار با شخصیت خوبه چیز، ولی یک گپی بسیار خطرناک. همین دل من میگه دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، که از دی و دت ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته اما. گفت او انسانی که تو میخوای ما نیافتیم. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست، که از همراهان سست عناصر دلم گرفت. از این مسلمان های سست عناصر دلم گرفت. شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یا تو مسلمان باشی علی واره رضی الله عنه که بخیز استاد شما تو و شمشیر بگیره و در مقابل دشمنای اسلام جهاد بکنه، و یا حداقل اگه کافرم باشه رستم واره رستم واره چی باشه در مصف استاد از میجنگه کشته میشه خلاص. اما ای که تو مسلمان هستی و به این اندازه ضعیف باشی که عقیده توحید اسلامی را بر مردم رسانده نتانی، و میفهمیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عباس چی گفت که یا بنی اینی اعلمک کلمات احفظ الله یحفظ. الله را، محبت الله را، توحید الله را، رقابت الله را حفظ کن، الله تو را حفظ میکنه. و باز برش میگه که اگر کل دنیا جمع شود ان ینفعوک بشیء، کل مردم دنیا بخواه که جمع، لن ینفعوک الا ما کتب الله لك، فایده نمیتونه آنچه که الله برات نوشته کرد. و اگر کل مردم بخواه بر تو دشمنی بکنه، متوجه بر تو ضرر رسانده نمیتونه مگر آنچه که چی کرده الله برات. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها چی شدن؟ برداشته شدن و کتابایی که نوشته میشه کلش خشک شده خلاص. سوره تستغیث دادن و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. زبان خدا شیطان اخرس بسازم از حق، از ساکت عن الحق شیطان اخرس. کسی که حق نمیگه شیطان اخرس میشه انسان. این حال ما به خاطر از چیز این حال دشمن چی میخواه؟ دشمن خیلی خوش داره دیگه که تو تمام روز از چی گپ بزنی؟ فضایل وضو، فضایل نماز، فضایل فلان، فضایل فلان. خب خلاصه یکی از اهداف استعمار چی است؟ محو چی است؟ عقیده توحید است که باید یارا چی کنن؟ از بین ببرن. یک مجله است در مراکش، در ماراکو، در اونجا نشر میشه. مجله است که کاتولیک ها نشر میکنن. اینا میگن که ان فرانسا لا يمكنها ان تنجح في اخضاع اهالی المغرب الا بابعادهم عن الديانه الاسلامیه. گفت وقتی که فرانسوی آمدن در منطقه مراکش گفتن ما نمیتونیم که سر از اینا حاکمیت بکنیم تا وقتی که اینا را از دین اسلام چی نسازیم؟ که از پروژه خواهیش نه. در درسای بعدی هدف دیگه شان چی است؟ هدف ششم جنگ فکری است که جلوگیری از وصول اسلام به ملت‌های دیگر. اصلا زیاد کوشش میکنن که مسلمان ها را ضعیف و زشت نشان بدن تا اسلام به دیگران نرسه. چرا اسلام اگر به لباس حقیقیش بر اروپایی ها و امریکایی ها برسه، این جنگ فکری تنها سر ما و شما نیست. فهمیدی؟ یک وقت ما یک ژورنالیست آلمانی گپ میداد، ما گفتم شما از ما که بدتر وضعیتتان خراب است. این جنگ فکری تنها سر ما نیست، سر خود ملت های اونا هم است. بنابراین یکی از اهداف جنگ فکری است که به خود ملت‌هایشان، به ملت اروپا و ملت امریکا، برای از اینا، برای آسیوی ها، برای افریقایی ها، برای کسایی که غیر مسلمان هستن، دین به لباس اصلیش نرسه.
از این خاطر وقتی که بچه یک غربی شما میرین، اونا زیاد سر از اونا قدر کار کردن که مجرد میگی مسلم فکرتان هست نه؟ روز یک کسی یک قاعده را داد، گفت مثلا در غرب تو یک سیستم است، مثلا از نگاه روانشناسی گفت مثلا یک نفر گرسنه هست نه، برای گرسنه مجرد که برای گرسنه می کباب، یک میزی بسیار لوکس تصور میکنه، گوشتای بسیار خوبش تو خوراکی چیزی کباب. ها وقتی که برش یک نفر تشنه هست، برش میگه که یک گلاس آبی که دبنش همه قیخ آمد دادن، آب بیارم آب، گفتی فورا نمی کلیش یک گلاس آب، یک تو تا یخ هم دبنش بندید. گفت در ذهن غربی ها اینمی قسم یاد واکسین کردن که مجرد میگی اسلام مسلمان، یک شخص تروریست، ابروی کتا کتا، بسیار اعصاب خراب، چاقو در دستش، امتیازن دادش. یک کسی هست یک خودش قصه میکنه، یک کسی هست شما اگر در islamalways.com در سایت اینترنتی برین، یک کسی هست به نام جوزف ادوارد استس، آل به نام شیخ یوسف استس است. شیخ یوسف استس وقتی که نه مسلمان میشه، میگه وقتی پدرم برام میگه که برو همراه مسلمان صحبت بکن، میگه می اولین مرتبه در ذهن من میاد که معلومه میره، میگه برو نامش محمد است که شریک تجارتی ماست. میگه من دیگه در این فکر هستم که میرم که محمد که متیاگ آدم است که ابروی کتا کتا داره، چسبیدگی بسیار هم تو کتا کتا و یک شمشیر هم در دستش است و فقط هم تو برودو هم دیگه هم تو داکو منگل سنگ هم تو قواری خطرناک دیگه چی هست دیگه نمیتونم در مقابل ما تو میایو کمی ما کمی نو کمی برم کمی اول که بگیم how are you بگه fine. همین چیز بسیار مذاقی است. شیخ یوسف استس اگه شما islamalways.com هم سایتش برین میشه که از گپ هم بزنین و بسیاری صحبتایش بشنوین، بسیار تو چی میکنه مذاق میکنه، زیاد باز زیاد خنده میکنه در این صحبتای چیزا در محافل ذاکرنای اشتراک میکنه به نام یک ریش کلان سفید آلو داره. تقریبا 30 و چند سال است مسلمان شده، بسیار مردم ها رو دعوت کرده مسلمان میشه. در یک مجلس از آلمان وقتی که 400 نفر است که میگه بخیزین کلتان بگین لا اله الا الله، کل الجا میخیزن کافر مسلمان کل لا اله کلش لا اله الا الله میگن، یک دقیقه کلگی مسلمان میشن کسایی که زمین تالار هستن دیگه. او میگه این تو برای ما تصور داده بودن در ذهنیت ما که وقتی گفت من رفتم سعی کردم که محمد تو ببین پیش سوال میکنم که آواری محمد آواری حالا میگه وقتی که محمد هست توری تو طرف دار بده سهم صفا مسلمان نه ابرویش قدر خطرناک است نه دست شمشیر است. میگه من پرسانش که آواری فاین برای ما چای داد نان داد، باز برش میگه باز خوب اون قصه طویل داره. باز میگه این نفری که محمد نام داشت که شریک تجارتی ما بود، باز میگه مرا سبب مسلمانی مام شد، سبب مسلمانی خانم مام شد، سبب مسلمانی یک کشیش هم شد، سبب مسلمانی پدر مام شد. باز میگه اینه ما را مسلمان ساخت. هدف ششمی هدف هفتمی استعمار چی است؟ محو هویت اسلامی. باید همین شخصیت اسلامی چی شود؟ کاملا از بین بره. شما یک کتاب ما براتون میدم بخارین، بعضی کتابا رو اگه نخواندید یک سیل کنین، مثلا تمدن اسلام اونا اصلا تو میخواین بگن که no civilization in Islam، هیچ تمدنی در اسلام وجود نداره. اما بعضی کسایی که بازوا مردمای با انصاف هستن، اینالی جنگ فکری میخواه که تمدن اسلام، علوم اسلامی را، شخصیت مسلمان را کاملا چی کنن؟ از بین ببرن. اما من عمل سر کتاب کار میکنم به نام تمدن اسلامی. یک کسی بسیار یک کتاب بسیار خوبش است، What 1001 Invention، 1001 اختراع مسلمان ها هست. Invention من چم صحیح گفتم یا غلط گفتم؟ من میگن اختراع. 1001 Invention ایره شما در اینترنت به انگلیسی یک کس میفهمه، یک کس به انگلیسی نمیفهمه، به نام 1001 اختراع مسلمان ها. به فارسی هم ترجمه شده، فهمیدی؟ و به عربی هم ترجمه شده و به ترکی هم ترجمه شده که نشان میده که مسلمان ها 1001 چیزی در او ساینسی، علوم ساینسی تنها یا اختراع کردن. اولین مخترع طیاره مسلمان هاست، اولین شعاع نوری را مسلمان ها چیز کردن. این سرزی معمل سرزی کتاب کار میکنم سر تمدن اسلام، شما امیر بخواین. و یک کتاب دیگه نوشته شده به نام تمدن اسلام و عرب، ایره یک فرانسوی نوشته کرده به نام گوستاو لوبون. این هم نشان میده که مسلمان ها چی تمدنی داشتن. و یک زن از به نام لیگریت هون که
او یک کتاب نوشته کرده، به آلمانی نوشته کرده که شمس العربی تستو علی الغرب. ما عربیش بر ما استادا نشان داده بودن خواندیم، یعنی آفتاب اسلام بر غرب می درخشه و بسیاری علمای غربی چی میگن که مسلمان ها از تمدن غربی ها چطور تانستن که متمدن شوند و چطور تانستن که علوم کشف بکنن و از چی چیزا استفاده کردن. اینال یکی از اهداف استعمار چی است که برای مسلمان ها اتو چیز میکنن که شما هیچ تاریخی نداشتین، هیچ تمدنی نداشتین، هیچ علمی نداشتین، مسلمان دشمن ساینس، مسلمان دشمن تکنولوژی. و ما متاسفانه یک گپ داریم که دوستای بسیار زیرک و دشمنای بسیار زیرک و خطرناک داریم و یک تعداد دوستای بسیار ضعیف و خو برده و اما ساده داریم. یک شاگرد ما گفت ما رفتیم گفت یک از این ساینس به در نمیخوره، میگه گفتیم اینمی ساینس است. گپ بزنه چی بگم خب ساینس به در نمیخوره. خیلی چرا دال اسپیکر گپ میزنی؟ چرا در طیاره میری؟ ساینس است. در حالی که آیات قرآن چی میگه؟ در حالی که آیات قرآن میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما باید در مقابل دشمنان چی کنین؟ خدا قوی بسن. قوت اقتصادی، قوت ایمانی، قوت عسکری، قوت فیزیکی، قوت ساینسی، قوت تکنولوژی. باید قوی باشی که دشمن ترهبون به عدو الله و عدوکم. شما با این قوتتان چی کنین؟ دشمنای الله را بترسانید. آیت قرآن میگه. این آیت قرآن یاد نداره. نه بیانه که استاد یک چیزی که شما چی میگی؟ استاد من از خودت خفه هستم. چرا خفه هستم؟ من زیاد اینترنت میگی و کامپیوتر میگی. خب خیلی چی بگویم؟ بازی هدف اشتمی چی است؟ از بین بردن وحدت مسلمان ها است. مسلمان فکری صف مسلمان ها را چی میکنه؟ متحد میسازه. خیر است برادر، تو رفع الیدین، اما اگر من به رفع الیدین نماز خواندم میشه نمیشه؟ خب کل علما میگه میشه. خیر است تو آمین بالجهر، من که آمین مخفی گفتم نمازم میشه نمیشه. خیر است تو نه آمین بالجهر بگو نه رفع الیدین بگو و خدا توفیق هم ندید که بکنی. اگر من کردم کتمال چرا جمع میکنی؟ هیچ خدا تو رو توفیق نده که بکنی. گفتیم شما خوب در فقه 100 در فکر 0. باش او گفته این چیز نمیگه. گفتم نه بیچاره در فکر چی است؟ آدم بی فکر است. در حال که آدم باید جوانای مسلمان بگه گو برادر یک کس که رفع الیدین نمیکنه پالی تو نماز میخونه لا اله الا الله میگه. لا اله الا الله میگه. تو میفهمی ارزش لا اله الا الله؟ موسی علیه السلام گفت یا الله برای من یک ذکر را بده که خاص برای من باشه. گفت یا موسی برو بگو لا اله الا الله. گفت خب کلگی میگه یا الله. گفت اگر آسمان ها و زمین و آنچه در آسمان ها و زمین از یک پله ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در پله دیگه گذاشته شود ای ازو کده گرنگ است. ارزش لا اله الا الله محمد رسول الله را میفهمی؟ تو به خاطر یک مثلا مرض صاحب ایمان میکشی، تو اصلا ارزش لا اله الا الله را نمیفهمی. صف مسلمانان را بگذار که متحد باشه که در مقابل مشرکین و ملحدین و کفار و زنادقه باید اینا ایستاد شد. اما توی مسلمان واقعی که لا اله الا الله را با اخلاص دین با عقیده میگه بزنید چیز کن. الله در روز قیامت بسیار کسا هستن به خاطر شکستان در صف مسلمان ها در روز آخرت جزا میدیده میبینه. حفظ وحدت صف مسلمان ها ایسر مسلمان ها فرض عین است که تو باید برادرت لا تحاسدوا ولا تباغضوا. رسول اکرم صلی الله علیه و حسد نکنین، بغض نکنین. ولا تدابروا، دویتان از یکی دیگه دور ندین. و کونوا عباد الله اخوانا، برادر یکی دیگه که دارن در آغوشتان بی برش بگو که احبک فی الله احبک فی الله احبک فی الله احبک فی الله. مگه دوستیتان زیاد شد؟ نه مازه نه تو حالا این دیمه دیگه هدف نهمی چی است؟ تخریب حرکت های اسلامی. مجرده که یک حرکت اسلامی 4 نفر جوان یک کورس ایجاد کردن که قرآن درس بده، ای باید تخریب شود. 4 نفر جوان خواستن که یک 4 نفر دعوت بکنن، باید چی شود؟ این از بین این تخریب است.
مجرد که یک حرکتی به نام اسلام شد و هدف نومش چی است؟ جهانی ساختن فرهنگ و سیاست استعماری است. میخوایم که فرهنگ خود به نام گلوبلایزیشن ایره در زبان عربی عولمه میگه. محمد قطب دیواره یک کتاب بسیار خوبی داره اگر میخواین مطالعه بکنیم. و گلوبلایزیشن یک کتاب، دکتر یوسف قرضاوی هم یک کتاب داره در جهانی سازی و کتابای دیگه هم هست. یعنی میخواین چی کنن؟ باید فرهنگ جهانی باشه. فرهنگ کی؟ فرهنگ غرب، به حجابی، به سطری، به فلانی، به فلانی. این باید جهانی باشه. عقیده غربی باید جهانی باشه. از این خاطر باید کل هیچ جگه دین برتریت نداشته باشه. کل دینا یک چیز است، کلش یک چیز است. و یکی از اهدافشون نمی هست. اقتصاد باید اقتصاد چی باشه؟ اقتصاد جهانی که در هر از او باید نمی اقتصاد استعماری، این اقتصاد کپیتالیستی هست. این باید به شکل جهانی باشه. اینی نوع هدف از اهداف جنگ فکری است. والله اعلم. خب مثلا اجتهادات موجه، اجتهادات علمای دیگه که درباره جنگ فکری کرده میشه اهداف دیگه هم داشته باشه. منتها پیش من همین 9 10 هدف پیدا کرده تانستم